بفرمایید. الو کوفت. خب صبر کن دارم میام دیگه. مگه نمیبینی دستم بنده؟ حالا چه گیر کردی؟ رفته بودم دست آب. ای بی تربیت. خرگوش آدم همه چیو میگه. خب دست با آب آدم میره نباید. خب دستش بند میشه دیگه، بعد دستشو بشوره. خب همه دارن میشنون. بعد آموزی نداشته باشه صحبتات، خواهش میکنم. سلام، میخوام سلام عرض کنم خدمت همه بیرندگان عزیز شبکه جهانی MITV. خب بقیه‌شو بگو دیگه. بله، سلام عرض میکنه خدمتتون خرگوشی. از خدا میخواد که حال همتون خوب باشه، سالم و سلامت باشین. بگو بقیه‌شو. وقتی میخوای بیای روی تمرین کن. خب باید تو اگر معلم هستی باید یه خود تقلب برسونی. من کجا معلمم؟ خب من دانش آموز بودم. فاطمه خانم یاد بگیر آخه. یه خود تقلب اول خط رو بگو، من نقطه بذارم برم خط بعدی. خرگوشی جان، فاطمه خانم که استاد ماه، تاج سر ماه. من همیشه معلم داشتم، والا به خدا هیچ وقت معلم نبودم. سنم به معلمی نمیرسه که این همه تجربه میخواد. استعداد معلمی باید آدم داشته باشه. اگه شما فرهنگی نبودی. خرگوشی بله. من ماهروخم. خوبی؟ مگه شما فرهنگی نبودی یا بی فرهنگی؟ نه برم، من که فرهنگی بودم عزیزه دلم. یعنی فرهنگ نداری شما؟ اون فرق میکنه با اون چیزی که میگی. خب چه فرقی داره دیگه؟ وقتی من میگم شما فرهنگی هستی باید بگی بله من فرهنگ دارم، فرهنگی هستم، درس خوندم، سواد مواد دارم، نه اینکه بی سوادم. اول از همه که من بی سواد نیستم، خیر سرم دانشجوام در این مملکت غربت. حالا هی این نمک بریز و زخم. خب آخه تو نمیذاری من حرفامو بزنم. من اومدم سلامی عرض کنم به فاطمه خانم، بگم فاطمه خانم سلام علیکم. آخه فاطمه خانم حتما داره صداتو میشنوه، میگه سلام به روی ماهت خرگوشی جون. دیگه چی آوردی برای فاطمه خانم؟ خب چرا جوابمو نمیده؟ برای اینکه فاطمه خانم رو ایر نیست خرگوشی، خودت اومدی مثل اینکه. خب من آخه دارم میگم سلامی عرض میکنم خدمت فاطمه خانم و خانواده محترمش. خب فاطمه خانم باید بگه سلام علیکم آقای جناب خرگوشی. خب من از طرف فاطمه خانم میگم، بعد فاطمه خانم بیاد خودش جای خودش صحبت میکنه. خب نمیشه که از طرف بگی، مگه بعدش هم بگی سبک با سند برابر است. خرگوشی بله. چه خبره؟ خوبی؟ من که مثل شما فضول نیستم خبر داشته باشم، ولی امروز فاطمه خانم خیلی شعرهای خیلی قشنگ خونده. خیلی آخه خرگوشی دوست داره اصلا، بچه‌م خیلی. منم اومدم شعر قشنگ بخونم. مهرنگیز چونم اینجا یه نگاه بعد کرد، چیش کردم تو شلوارم، دیگه نتونستم شعر بخونم. خرگوشی حرف بد نزن. خب بدآموزی نکن. مردم اینجا بچه ها پای تلویزیون نشستن. تلویزیون من نگفتم که تو گفتیم نشستن اون وقت نگاه میکنن. عمو فریدون هم داره نگاه میکنه. عمو فریدون عمو داره نگاه میکنن. تو از این حرفای بد بی‌تربیتی نزن. بدآموزی میکنی. عمو فریدون هم یاد میگیره، فردا میره تو کوچه با بچه ها الک دلک بازی کنه، بهشون میگه، بعد بهش میگن بچه بی‌تربیت. خرگوشی عوض این همه حرف زدن ترمز دستی رو بکش، بذار دنده یک دوباره بگو، یه سلام بده به عمو فریدون زود باش. آخه اگه من ترمز دستی رو بکشم اینجا اسی خانم میزنه تو سرم. آخه یهو تخت گاز میری نمیذاری آدم حرف بزنه. نفس بکش. خب نفست میگیره. خب آخه تو نمیذاری آدم حرف بزنه. من که ساکتم دارم اشکالاتو میگیرم، میگم حرف زشت نزن، سلام کن اول. خب اشکالی نداره. اگر اشکالی داشته باشی من بهت بگم. خرگوشی بله. سلام کن به عمو فریدون. سلام علیکم. سلام عرض میکنم به همیار، همکار چی میشه؟ بقیه‌شو خب بگو. مثل فاطمه خانم همیشه تقلب دار. اون موقع که ما شاگرد فاطمه خانم بودیم بهمون تقلب میرسون. هیچ وقتم
فکر نکنم فاطمه خانم به کسی تقلب برسه. چرا؟ میگفت خرگوشی امروز میخوام انشا علم بهتر است یا ثروت، تو باید بگی کدوم بهتر است. بعد من میگفتم کدوم بهتره، میگفتش که همه میگن علم ولی ثروت این روزا بیشتر به درد اصلا هم نیست. علم و دانشه که همیشه اینجا میمونه، ثروت که تو جیبه. خب اگه اونجا بمونه که چپک میزنه. خدایا خدا. و بعد اگه کله چپک بزنه و دیگه موهات این مدلی نمیشه، یه جور دیگه میشه، چپکی میشه. اول از همه که آدم استفاده میکنه از اینی که داره توی مغزش. خب اگر استفاده زیاد بکنی مثل این دستگاه های صوتی که از بازار مشترک میارن زود خراب میشه. خیلی بی‌تربیت. زود خراب میشه میره. منو با دستگاه بازار مشترک یکی کردی؟ خب اگر زیاد استفاده ازش بکنی. خب بابا اینا رو خدا داده، این نعمت‌ها رو ازش استفاده بکنیم، نداشته که بشینیم تو خونه خودمون رو نگاه کنیم که. خب زیاد استفاده نکن وگرنه اون وقت باطل میشه که کلت پوک میشه، خراب میشه. اون ترانزیستوریاشو باید عوض کنن. خرگوشی دیسپلیشو باید عوض کنن. خرگوشی بله. یه حرف قشنگ بزن. چه خبر؟ تو خاطره از مدرست نداری تعریف کنی؟ چرا؟ یه خاطره خوب دارم. یه روز رفتم دم مدرسه، رفتم تو، دیدم همه رفتن سر کلاس، من دیر رسیدم. بعد رفتم تو به خانم معلمون گفتم سلام. گفت سلام. همین دیگه. من باید بخندم یا گریه کنم؟ خب باید بخندی دیگه، خاطره شیرینه دیگه. من دیر رسیدم سر کلاس، به فاطمه خانم گفتم سلام. گفت سلام بیا بشین. بعد میگفت سلام. بچه شما بی تربیت هستی. از این گفتم حرفای بی تربیتی نزن و فریدون بی تربیت میشه. خرگوشی اول از همه که یه دانش آموز خوب هیچ وقت بعد از معلم نمیره تو کلاس. اینو گفتم که یاد بگیر. خب من این کار کردم که معلم یاد بگیره که همیشه بعد از بچه ها بیاد سر کلاس. خب یه وقت تو خب دلت خواست 12 ظهر بری مدرسه، به خب معلم باید نظم داشته باشه. من همیشه بعد از معلم میرفتم سر کلاس، دیرتر، یه ساعت دیرتر میرفتم که معلممون یاد بگیره که بدونه که باید اول بچه ها سر کلاس بیان بشینن بعد معلم بره سر کلاس. به همین خاطر همیشه من دیرتر میرفتم سر کلاس که معلممون یاد بگیره. آره خب بله. جای دیگه نگو آبت میخندم. کوفت نخند اینطوری باتری تموم میشه. آخه اگه زیاد تو بخندی باتری تموم میشه. باتری تموم میشه، دندونات معلوم میشه، خیلی بد میشه. خرگوشی بله. برو. کجا برم؟ برو بذار به کارم برسم. خب تو برو بذار من به کارم برسم. من اومدم تازه، من شاگرد مرتاز کلاسمون هستم. اول از همه ممتاز، ولیش هم بعد من فکر نمی‌کنم با این همه اشکالاتی که اولیشو گفتی که دیر میرسی سر کلاس و بعد معلم میرفتی کی میشه تو ممتاز؟ انضباطت بعد میدن 15. نه همیشه معلمم و فاطمه خانم با هم میگه خرگوشی جون تو شاگرد مرتاز این کلاس هستی. فاطمه خانم معلم تو بود آخه. بله تو علقت کار نمیکنه. خرگوشی بله. حرف بزن زشته. خب بدآموزی نکن. فریدون یاد میگیره میره تو کوچه بچه ها رو بی‌تربیت میکنه. عمو فریدون به اندازه کافی بی‌تربیت هست. بنده خدا نگاه چه چیزا میگن. بنده خدا عمو فریدون نشنیده بگیرین خرگوشی اصلا امشب زده. خب آخه تو وقتی من میگم آره خب شاگرد باید به معلمش خیلی چیزا رو یاد بده. همیشه که معلم به شاگرد چیز یاد نمیده که. چی گفته؟ من گفتم که اصلا شما استادین میدونین؟ خب نه تازه استاد شدم. اول شاگرد بودم، شاگرد فاطمه خانم بودم. بعدا حالا رفتم دوانشگاه نفس زدم، با تلفن موبایل اومدم رو ایر، 4 کلام نفس زدم، حرف زدم، حالا شدم استاد.
تا چشت هم درآمد. سیبیل بابات میچرخه. باز تو با سیبیل بابای من شوخی کردی. بگو فشفشه. نه درست بگو. نه درست بگو فشفشه. نه خب فشفشه نه بگو فشفشه. نه اینطوری با غیر قمزه نگو. درست مثل بچه های خوب بگو. بگو فشفشه. بشین برو رشت. گفت چرا اینطوری نگاه میکنی؟ اون تشته میگم بشین برو رشت. نه آخه تشتا توش رخت میشورم. الان دیگه نمیشورم. چرا؟ میشورم. فشفشه بشین برو رشت داره. خب بگو دوچرخه. سیبیل بابات موتورسیکلته. با بابای من شوخی نکن خرگوشی. خب چرا بابات با من شوخی میکنه؟ بیچاره من کجا بوده با تو شوخی کنم؟ چرا؟ حتما من خواب دیدم از بابات این حرفا رو یاد گرفتم. همینطوری که علکی دولکی این حرفا رو نمیزنن. بابای من تو خواب تو حرفای بد بد یاد داده. خب حتما من خواب دیدم اونا رو بهم یاد داده دیگه. من نمیدونم. خدا میدونه. خیلی پررویی اصلا یه چیزی میگمش میشنوی. خب حالا دیگه بیشتر از این وقت منو نگی. فاطیما خانوم میخواد بیاد شعر بخونه. یه خودت با تربیت باش. حرفای بی تربیتی مثل عمو فریدونم یاد میگیره تو کوچه همه بچه ها رو بی تربیت میکنه. وقتی بشینی پای حرفای عمو فریدون خیلی بی تربیت میشی. خرگوشی؟ بله درست صحبت خودت گفتی به من اینا رو بگو. من که عمو فریدون بیچاره رو ندیدم ولی تازه من این همه تعریف ازش شنیدم. گفتی خوابشو دیدی که من؟ خب تو گفتی اینا رو بگو راجع به عمو فریدون. یه خودت تعریف کن خوب بگو ازش. چقدر ماشاءالله تعریف کرد. بزنم به تخته. خب خودت گفتی تعریف کن از عمو فریدون. منم تعریف کردم. اینا تعریف بود؟ بله. بعد بخوای بگی چی میگی؟ نه من هیچ موقع بد نمیگم. من همیشه تعریف مردم رو میکنم. خودت برو. برو بزن فاطیما خانوم میخواد بیاد روی ای. خودت برو. من کجا نه یه شب هزار شبه بدجوری اذیت میکنی. به همین کارای خوبت داری عادت میکنی. از همه آدم تو شکایت میکنی. من نمیدونم داری به چی حسادت